بهتون قول میدم اگه یک بار این کیک خیس شکلاتی رو درست بکنید عاشقش بشید و دیگه تو هیچ کافه‌ای کیک خیس شکلاتی سفارش ندید. بس که این کیک خوشمزه و لذیذه با یه بافت کاملا سبک و پنبه‌ای. درست کردنش هم خیلی راحته و خیلی هم مغروم به صرفه تر از کیک‌های کافه‌ای. فقط شما باید همه مواد رو نیم ساعت قبل بذارید بیرون تا به دمای محیط رسیده باشه. حالا 4 تا تخم مرغ رو به همراه شکر و وانیل با دور تنده همزن حدوداً 7-8 دقیقه بزنید. حتما وسط کار دورگیری ظرف رو هم انجام بدید. وقتی که به این غلظت رسید و کاملا سفید و کشدار شد، شیر سرد و ترکیب روغن مایع و پودر کاکائو رو بهش اضافه بکنید و در حد مخلوط شدن هم بزنید. آرد و بیکینگ پودر رو که قبلا با هم ترکیب کردم 3 بار الک کردم بهش اضافه کردم و با همزن دستی یا با لیسک در یک جهت به صورت دورانی مواد رو ترکیب بکنید. حالا قالب به قطر 23 سانت نیاز داریم، یا کفشو کاغذ روغنی بندازید یا چرب بکنید. مواد رو بریزید، با یه سیخ چوبی هواگیری بکنید، بذارید تو فر طبقه وسط المنت پایین دما 170 به مدت تقریبی 40 تا 45 دقیقه. بعد درش بیارید، از قالب جداش بکنید و بذارید توی توری تا یک کم از داغی بیفته و کیکتون رو به هر اندازه که دوست دارید برش بزنید و دوباره برش گردونید توی قالب. وقتی که همه قسمت‌های کیک رو گذاشتید توی قالب، با یه سیخ چوبی یا چنگال سوراخ بکنید. سعی کنید این سوراخ‌ها عمیق باشه و بعد بذارید کنار. حالا مواد سس رو با هم ترکیب می‌کنیم، میذاریم روی حرارت تا به جوش بیاد. به محضی که به جوش اومد از روی حرارت بردارید. شکلات‌های تلخ یا شیرین که کاملا سلیقه‌ای رو بهش اضافه بکنید. اجازه بدید سس از داغی بیفته اما گرم باشه و بریزید روی کیک. توی دمای محیط اجازه بدید بمونه تا جذب کیک بشه. حالا گاناش رو درست میکنید. به مقدار مساوی خامه و شکلات چیپسی رو با هم ترکیب کردم، گذاشتم روی حرارت. وقتی که کاملا آب شد و از داغی افتاد، ریختم روی کیک و اجازه دادم توی یخچال نیم ساعت بمونه. نوش جان.